مثلا بعضی اشخاص هستن که کلا دارالکفر میگه تا اینکه یک شخص میگه عقیدش برای ما ثابت شوه، یعنی ظاهر شوه اسلامش، تا وقت کلا دارالکفر میگه. همه جای چی افغانستان است، پاکستان است، عربستان، کلا مردمش هم تکفیر میکنن تا اینکه میگه عقیدش برای ما ظاهر شوه. این قسم میگه. زمانی که اگر اینا حکم دارالکفر کلا بکنه، امروز ما میبینیم که چقدر اهل توحید هستن در هر کشور زندگی میکنن. پس در این مورد شما چی گفتنی دارین؟ بارك الله فيكم برادر عزیز، اهلا و سهلا. اولا که به این مجموعه ما شما مهمان شدید. ثانیا دارالکفر اعلان کردن زمین، این معنایش این نیست که مردمی که در اونجا زندگی میکنن کافر است. یک منطقه دارالکفر اگر گفته شود معنایش این نیست که هر کسی که در همونجا است باید کافر گفته شود. این اعتقاد خوارج است. خوارج ها هستند که میگویند که دارالکفر همه کافر است. مسلمان هایی که به نام مسلمان هست میگن در دارالکفر همه کافر است. این اعتقاد خوارج است که این رو میگن تکفیر بالعموم، تکفیر به عموم. بلکه در دارالکفر مسلمان بودنش ممکن است و امروز میبینیم که هست. چقدر مسلمان ها در دارالکفر در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی کردند. وقتی که پیامبر در مدینه بودند، در مکه بعضی از نو مسلمان شده ها زندگی میکردند. تا زمانی که به جنگ همراه مسلمان ها، ضد مسلمان ها به جنگ همراه مشرکین نبرآمدند، الله تکفیر نکردند. زندگی کردند، در حالت زندگیشون مسلمان بودند. برای همین تا زمانی که یک انسان مسلمان کفر شرک اکبر نکند، او کافر گفته نمیشود. بدار دارالکفر باشد کافر گفته نمیشود. شرک کفر کرد کافر است، خود دارالاسلام باشد خود دارالکفر باشد. بارک الله فیک. صحابگان را از مکه پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که در مکه اذیت و آزار از جانب مشرکین به صحابگان رسول الله سخت شد، پیامبر صحابه ها را به کجا ارسال کردند؟ به حبشستان امروز افیوپیا میگیم، افیوپیا. گفتند که به همون جا روید و عندهم ملک لم تظلم عنده احد. در همون قوم یک پادشاه هست که در نزدش هیچ کس ظلم کرده نمیشود. حالا که این پادشاه نصرانی بود، به نزد پادشاه نصرانی مسلمان ها را فرستادند. گفتند که پادشاه نصرانی است، کافر است، لیکن عادل است. صحابگان رفتند در دارالکفر زندگی کردند. پیامبر به مدینه آمدند. در مدینه چقدر وقت یک مجتمع اسلامی را بنا کردند، حکومت اسلامی را زندگی کردند. اما از حبشستان، از همین حبش، صحابگان بعد از خیلی وقت آمدند. خیلی وقت بعد از 5 سال 6 سالی که پیامبر به مدینه آمده بودند بعد آمدند. برای همین این اعتقاد غلو است که بالعموم در دارالکفر کسی رو تکفیر بکرد. فهم شد برادر عزیز؟ بله، جزاکم الله خیرا شیخ. همین کمی آدم به تشویش بعضی وقت میکنه به خاطری که در این صفات مجازی میآید رسمیتشون، یعنی هویتشون آدم نمیشناسه، مجهول الهویه هستند، باز گپای ناحق هم میزنن. الله هدایت کنه دیگه. شیخ چی بگوییم؟ برادر عزیزم، من شما که از همین قوم هستید، از خراسان، از افغانستان، امروز به نام همه من شما یک قوم هستیم، یک ملت هستیم. ملتمون ملت اسلام است، ملت ابراهیم علیه السلام است. من یک نکته را در روزهای اخیر آموختم. نکته همین است که یکی از فکرهای من به وجود آمد روزهای اخیر که سبحان الله هر ملتی که علمای همین ملت خودشان اهل سنت بگویند، خودشان سلفی بگویند، لیکن مرجعه باشند یا حزبی یا و غیره باشند و خوارج حقیقی را نشناخته باشند و ضدیت به اهل سنت بکنند، اعتقاد اهل سنت خوارجی گفته گردند، قسم به الله دیده شدیم که در همون ملت خوارج های حقیقی به شدت منتشر شده است. مثلا مثال میارم، پیش از افغانستان مثال میارم ازبکستان رو. در ازبکستان مثلا صادق سمرقندی گفتن یک انسان بود، معروف است در یوتیوب در و غیره. یک آذری جهمی است. شب و روز خوارج گفته اهل سنت رد میزند، لیکن خوارج ها بر رد نمیزند، خوارج های حقیقی بر رد نمیزند هیچ وقت. یک عبدالله زفر بود، من اون را خیلی گمان خوب میکردم. یک
روز برادر محمد شیخ محمد رو گوش کرده ایستاده بودم که اینقدر حجت آوردن، اینقدر او را لطکوب کردن که در حیرت موندم. او هم یک عذری از عذری هم بدتر بود، یک مشرک دیگه. یگان عالمی سخن ندارد، همهش عذری به نام اهل سنت است. شب و روز خوارج گفته اهل سنت بر رد میزنند، خوارجی حقیقی بر رد نمیزنند. دیدیم که در ازبکستان یک خوارج های به وجود آمده است، یک خوارج های به وجود آمده است که سبحان الله در حیرت میمونه. جاهل ترین مردم همه را تکفیر کرده گشته است. سوره فاتحه را اقلا یکم وجه درست خونده نمیتواند، لا اله الا الله درست گفته نمیتواند، نطقش حالی درست نیست، خودش حالی مسلمان نشده است. سبب همین خوارج پیدا شدنش کی است؟ همین عذری ها هست. یک یا که علمایی که ناانیق هستند، ناانیق، نامعلوم، نامعین. اکنون میرویم به سرزمینی که شما افغانستان هستید، علمایی که در اینجا هستند چقدر علما هستند. چند سال است که تاجیک‌ها اینها را گوش میکنند، همه اینها را میشناسیم. از ابو عبیدالله رحمه الله شروع کرده، از عذری مبشری که وفات کرد و رفت، از استاد الشیخ عبدالظاهر داعی حفظه الله، از محمد راسخ، اینها و غیر و غیر، ده ها. از درون همه اونها یگانه کسی که عقیدهشون به حق انشاء الله هست و در بعض مسائل نزدیک است، عبدالظاهر داعی و محمد معروف راسخ، الله هر دوشون رو حفظ بکند. باقی مانده ها فاتح هست مشرک است، محمد انصاری است مشرک است. ابو عبیدالله پیش از توبهشون حکمشون معلوم بود، توبه کردن. حتی ابو عبیدالله از همه اونها سخت‌تر بودن، میگفتن که کسی که شرک بکند اجر میگیرد، کسی که شرک جاهلانه کند اجر میگیرد، میگفتن. بله مبشر این حال، این حالت و این حالت. اینها فقط خوارج گفته اهل سنت میزدن، خوارج حقیقی در یک طرف کارش کرده گشت است. امروز افسوس که شیخ عبدالظاهر داعی هم در مسئله عذر المشرک سخنشون انیق نیست، محمد معروف راسخ هم در مسئله عذر المشرک سخنشون انیق نیست. و همین ناانیق بودن در منهج اهل سنت، سبب میشد که خوارج حقیقی به وجود بیاید. و امروز در افغانستان هم دیده شدیم که چقدر جوانها سبحان الله جوش زده توده به خوارجی رفته شده، برای اون که میدان رو چیزی انیق میگیرد. خواه این انیقتر گمراهی باشد، خوارج انیقتر، سخنش دقیقتر، انیقتر باشد، واضحتر از سخن اهل سنت باشد، منتشر میشد. پس برای اهل سنت، علمای اهل سنت، اعتقاد اهل سنت رو نقطه به نقطه تا آخرین جا رسونید، معلوم شود که جهمی کی است، خوارج کی است و نابود شود. رضاگی الله خواهد، هر کسی که خوارج است این کارش کنید، غلو کرده ها و هر کسی که جهمی است این کارش کنید، تمام است. بله عبدالظاهر داعی و محمد معروف راسخ جهل عذر نمیگند. ما قطعی محمد معروف راسخ صحبت کردیم، اینجا طالب علم شاهد هستند، ابو انیسی که هستند، مثلا مسلم روسی و غیره، عاجز با یک چند نفر دیگر شاهد هستند، ابو عبدالرحمن بودن یا نبودن. لیکن این کافی نیست، این یک نیستی مسئله است، تا آخر مسئله رو باید حل کرده شد. از همین جهت غلو پیدا میشه. لیکن الحمدلله در بین تاجیکایی که از این طرف هستند، ماورا النهر هستند، خوارج غلو کرده ها کم هستند، باشند هم غلوشون سخت نیست. هست خوارج غلو کرده ها هستند، لیکن غلوشون سخت نیست و گپ میفهمند. لیکن هست، ما نیست نمیگیم. لیکن انشاءالله ما که طالب علم ها منهج اهل سنت انیق بیان کنیم، اینها از خوارجی میگردن انشاءالله. الله هستون میکنه. بارک الله فیک. همچنان شیخ. بله شیخ، همین قسم است. امروز مثلا اونا درست عربی را نمیفهمن یا بعضی فهم اشتباه برداشت میکنن از بعضی کتاب ها، باز به همین رقم جوانایی که تازه مسلمان موحد شده و با توحید رو آوردن با یک تا پرستی، باز اینا را گپی رد و ناحق میزنه، فکرشونه یعنی مغشوش میکنه و یا گپای زشت و بد یاد میتن که تو قل یا ایها الکافرون بخوان و هم تکفیر کده برو، علم هم نداشتی میگه تو در جنت میری. یک گپایی که انسان حیران میمونه. الله هدایت کنه.
حياك الله، في أهلا وسهلا وبارك الله فيك. في امان الله والسلام علیکم و رحمت الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.